خب تو این قسمت میخوام در مورد بادی ویت هموستازی صحبت بکنم یا که هموستاز وزن بدن. خب اول میخوایم ببینیم که چه موقع بدن انسان این هموستازی یا این تعادل وزن بدن به هم میخوره. خب برای اینکه ما بفهمیم که آیا یک فرد دارای اضافه وزن هست یا که دچار لاغری هست، ما باید بفهمیم که چه مقدار بافت چربی در اون وجود داره. متدهای زیادی برای اندازه‌گیری بافت چربی استفاده میشه. از متدهایی که استفاده میشه میتونیم بگیم به متد underwater که به این صورت است که اساس کار این متد مبنی بر مقدار بافت چربی بدن که دنسیتی یا چگالی متفاوتی داره نسبت به همون وزن از همون مقدار وزن از بافت ماهیچه‌ای. خب اینجوری میشه که یه فردی وارد یا که داخل آب میشه و میدونیم که 1 کیلوگرم به طور مثال 1 کیلوگرم چربی بزرگتر هست، حجم بیشتری داره نسبت به 1 کیلوگرم ماهیچه. همون قضیه مشهور 1 کیلو پنبه سنگین تر 1 کیلو آهن که چربی 1 کیلو چربی حجم بیشتری داره و 1 کیلو ماهیچه حجم کمتری داره. وقتی که داخل یک مخزن آب قرار بگیرن اینها میتونن آب اضافی، مثلا فرض کنید یک فرد چاق بیاد اینجا قرار بگیره، مقداری از آب، سطح آب میاد بالا یا که از این اطراف بیرون از ظرف یا همین مخزن بیرون ریخته میشه. هر چقدر بافت چربی بیشتر باشه حجم بیشتری میگیره، در نتیجه حجم بیشتری از آب جابجا میشه. حالا میتونه به بیرون بریزه که اونو حساب میکنن یا که سطحش میره بالاتر فقط. خب یک روش دیگه داریم POD یا BOD. این هم مثل همین متد هست تقریبا، ولی در این متد از هوا استفاده میشه. همینطور یک سری روش‌های دیگه هم وجود داره علاوه بر POD: دکسا، بیوالکتریک، اسکینفول و BMI که BMI رایج‌ترین روش یا متد مورد استفاده هست. حتی در مقالات از این روش آمار استفاده میکنن. ما اگه بخوایم دسته‌بندی بکنیم کلاً این متدهای اندازه‌گیری بافت چربی، میتونیم اونا رو به دو دسته مستقیم دایرکت و اندازه‌گیری غیر مستقیم یا این دایرکت دسته‌بندی کنیم که به طور مثال BMI در دسته این دایرکت قرار میگیره و اسکینفولد و بیوالکتریک و روش‌های که در اینجا میبینی روش‌های بالا در دسته دایرکت یا دایرکت یا مستقیم قرار میگیرن. خب اینجا شما میبینید که یک تصویر فردی است که داخل آب متور شده و زیر آب میره و تمام بدنش رو زیر آب میبره. مقدار حجم از آبی که بالا میاد و جابجا میشه میتونه بگیم که مقایسهش بکنیم با یک فرد دیگه یا فرد نرمال یا استانداردمون که چقدر از بافتمون رو چربی تشکیل داده. از روش‌های دیگه هم میتونیم به روش هول بادی یا هول بادی ایر دیسپلیسمنت پلنسی مورفوگرافی صحبت بکنیم که مانند همین روش زیر آب هست، ولی تفاوتی که داره که اینه که به جای آب از هوا استفاده میکنه. یعنی فرد قرار میگیره و مقدار هوایی که از اون خارج میشه بر ما تعیین میکنه که چه مقدار از حجم بدن چربی است که مقایسه میکنه با یک فرد نرمال که چربی یا استاندارد که چربی استاندارد مقدار چربی بافت چربی استاندارد رو داره. و روش‌های دیگه تیتر کردن و غیره.
خب یه سری روش‌های دیگه مستقیم داریم، بازم اینا مثل قبلی ها مستقیمن، مثل دوال اکس-ری ابسورپشنمتری یا دکسا که از اشعه ایکس استفاده میکنن که بفهمن چه مقدار از بافت بدن چربی هست. روش ایکس ری که در اینجا استفاده میشه، دکسا که استفاده میشه در اینجا، یک مزیتی که داره که توزیع بافت چربی رو برای ما نشون میده و ما میفهمیم در هر کدوم از قسمت‌های بدن چه مقدار بافت چربی تجمع پیدا کرده. اونو با هم مقایسه کنیم که در تحقیقات از این روش بیشتر استفاده میکنن. یکی دیگه از روش‌های جالب روش بیو الکتریکال ایمپدنس هست که از خاصیت رسانایی و عایق بودن باف‌ها استفاده میشه. همونطور که میدونید چربی یک بافت عایق هست که هم به عنوان عایق دما و هم به صورت عایق الکتریکی میتونیم از اون نام ببریم. و ما اینجا برای تعیین میزان چربی بدن از خصوصیت عایق یا پایین بودن سرعت انتقال جریان الکتریکی اون استفاده میکنیم و 2 الکترود ما در 2 نقطه از بدن جایگذاری میکنیم و اختلاف پتانسیل یا مقاومت رو در اون حساب میکنیم که در بافت چربی اگر در مسیر ما مقدار بیشتری بافت چربی قرار داشته باشه، مقاومت بیشتری از خودش نشون میده و جریان ما با مقاومت بیشتری باید مقابله بکنه. از روش‌های غیر مستقیم میتونیم از اسکین فولد نام ببریم که در این روش از یک کالیپر استفاده میکنن عموما بافت چربی حالا دور شکم اندازه میگیرن و تخمین میزنن که چقدر از وزن بدن بایستی که از چربی تشکیل شده باشه. توی ورزش ها و در ورزش از این روش بیشتر استفاده میشه. خب یک روش دیگه هم که استفاده میشه روش اندازه‌گیری دور کمر هست. اندازه‌گیری دور کمر و نسبت اون به اندازه دور هیپ یا باسن که در زنان و مردان ما رفرنس متفاوتی داریم که برای آقایون باید بین بیشتر یا مساوی 0.9 سانتی متر باشه این نسبت دور کمر به دور باسن و در خانم ها باید بیشتر یا مساوی 85 متر باشه که این قابل پیش بینی هست، چرا که خانم ها نسبت به آقایون از لحاظ آناتومی دور باسنشون بزرگتر هست و دور باسن که در مخرج این کسر قرار میگیره، این تناسب قرار میگیره، وقتی بیشتر باشه خب این عدد ما کوچکتر میشه با بزرگ شدن مخرج یا همون دور باسن مخرج کسرمون. BMI هم که مطمئنا برای همتون آشنا هست و خیلی هم استفاده میشه. فرمول اون هم بدین صورت هست که وزن بدن بر حسب کیلوگرم به روی یا تقسیم بر بعد طول قد به توان 2 که واحدش میشه کیلوگرم بر متر مربع و وقتی این رو محاسبه میکنیم یک سری اعداد به ما میده که اگر این اعداد کوچکتر از 18.5 بود، فرد ما دچار لاغری هست و اگر بین 18.5 تا 24.9 هم 25 باشه کیلوگرم بر متر مربع، حالا واحدش هست، واحدش رو نمیگم، این فرد نرمال هست و BMI طبیعی داره. حالا اگر محصول تقسیم وزن بر قد به توان 2 یک فرد بین 25 تا 29.9 یا همون 30 میتونیم 30 هم بگیم قرار داشته باشه، این فرد دچار اضافه وزن هست و اگر بین 30 تا
34.9 یا هم میتونیم بگیم 35 باشه دچار چاقی هست. و حالا این چاقی هم میتونه این نسبت های بیشتر باشه و به ما دستبندی های مختلفی از لحاظ شدت چاقی اینها داشته باشه. و نکته‌ای که باید بگم تو این موضوع این که برای ورزشکاران این BMI متفاوت تر محاسبه میشه از BMI عادی برای ورزشکاران. حالا من منظور بیشتر افراد بدنساز هست، اونایی که بادی بیلدینگ کار میکنن. اونها از این روش نمیتونیم استفاده بکنیم و یا افراد خیلی قد بلند هم همینطور از این قاعده مستثنا هستن و BMI نمیتونیم برای اونها استفاده بکنیم. برای کودکان هم از منحنی رشد استفاده میکنیم و BMI هم برای کودکان 5 تا 18 سال متفاوت هست. همونطور که در این تصویر میبینید یک فرد بدنساز بادی بیلدینگ کار میکنه رو اینجا میبینیم که دارای BMI 34 هست با وزن 110 کیلوگرم و قد 1.8 BMI 34 میشه. خب پس در این نمودار ما اگر بریم پایین وزن هست، وزن 110 کیلوگرم رو ببینیم و قد این نمودار وایمون قد هست، قد 1.8 یعنی اینجا. بیان همدیگه رو قطع بکنن در اینجا که با سطر مشخص شده همدیگه رو قطع میکنن که قرار میگیره بین 25 تا 29 یا بیشتر از 25 که این فرد رو بال بیشتر از 30 قرار میگیره. نارنجی هست اینجا، بیشتر از 30 قرار گرفته که این میشه بگیم دچار چاقی هست. ولی خب این فرد یک ورزشکار، یک بدنساز هست و بیشتر بافت اون ماهیچه هستن نه چربی که ما اینجا میبینیم که در این نمودار اگر طبق نمودار BMI افراد BMI عادی که وجود داره ما اگر محاسبه کنیم این فرد دچار اضافه وزن هست. ولی خب ببینید که نیست، پس از این نمودار برای اونها استفاده نمی کنیم. همینطور برای افرادی که خیلی قد بلند باشن هم نمیشه. به هر حال ممکنه اونها تشخیص داده بشه که خیلی قدشون بلند هست و لاغر بشن، یا که حتی افرادی که از قد خیلی کوتاهی بهره مند هستن. کودکان هم که گفتم براشون از نمودار بیشتر استفاده میکنن و بین یک بازه قرار میگیرن به یک شاخص انحراف از میزان نرمالی که برای اون سن در نظر گرفته شده. یک بازه‌ای داریم که بازه انحراف داره در بالا و پایین که اگر بین این دوتا قرار داشته باشه، میزان انحرافمون قرار داشته باشه، انحراف استاندارد قرار داشته باشه، وزن نرمال هست و اگر کمتر باشه دچار لاغری و وزن کم و اگر که بیشتر باشه دچار اضافه وزن و در وزن‌های بالاتر دچار چاقی هستن که از 5 تا 19 سال استفاده میشه و برای دخترها و پسر بچه‌ها ما نمودارهای متفاوتی رو تعریف کردیم. خب اینجا هم شما میتونید ببینید که BMI های مختلف چطور به نظر میرسن برای یک فردی که دارای BMI نرمال هست، یعنی BMI اون محاسبه شده و میزان اون بین 18.5 تا 24.9 هست. و همینطور میبینید که یک فرد که دچار چاقی مفرط هست که بیشتر از 35 برای اون تعریف شده، 30 تا 35 هم چاقی و 25 تا 29 یا هم 30 هم دچار اضافه وزن هست. خب اضافه وزن هم نه، چاقی که تشخیص داده بشه با این متدها میتونه با خودش یک سری عوارض و مشکلاتی برای فرد به همراه بیاره که از جمله اونها میتونیم بگیم سرطان کنسر ریسک بالاتری داره که این افراد دچارش بشن و همینطور سرطان‌های کولونورکتال رو هم در این افراد بیشتر ما میبینیم.
حمله های قلبی و سکته های مغزی هم همینطور و مشکلات تنفسی مثل آپنه خواب رو در این افراد بیشتر میبینیم. همینطور مشکلات استخوانی، یعنی اینکه ممکن دچار پوکی استخوان بشن، وزن بدن بالاتر میره و هورمونایی که اثراتی که میذاره روی بدن میتونیم ازش نام ببریم. یکی اینه که در بافت استخوان ما دچار کم شدن تراکم در بعضی نواحی میشیم، پوکی استخوان شاید بتونیم بگیم. دیابت نوع 2 هم یکی از مهمترین عوارض چاقی هست و این میتونیم بگیم یک مثلث سه‌گانه ای هست از چاقی، دیابت نوع 2 و بیماری های عروق که مثلث خطر ما رو میسازن. همیشه عموما با هم هستن یا دلیل هم دیگه هستن. خب ما یک معضلی رو در جامعه جهانی شاهدش هستیم، مثلا در کشورهای غرب که دچار سندروم متابولیک هستن که میتونیم بگیم علت اون چاقی یا اضافه وزن هست. خب بنابر سازمان جهانی بهداشت، چیزی که اونها تعریف کرده، این سازمان تعریف کرده، سندروم متابولیک رو ما میتونیم اینطوری تشخیص بدیم: اگر که یک فرد دچار بیماری دیابت نوع 2 تشخیص داده بشه و پس این حتمی است باید دچار دیابت نوع 2 شده باشه و 2 تا از این مشکلات رو هم داشته باشه، ما میتونیم این فرد رو بگیم که تشخیص بدیم این فرد دچار سندروم متابولیک است. پس کسی که دیابت نوع 2 و 2 تا از این نشانه ها رو داره، از این عوارض داره، در گروه افراد مبتلا به سندروم متابولیک دسته‌بندی میشه. خب این 3 تا مشکلات چی هستن؟ یکی این اگر که فرد داره چربی خون بالا باشه، بهتر اینجوری بگم کسانی که دچار سندروم متابولیک هستن چربی خون بالا دارن که ما چربی کلسترول خوب بدنشون کم میشه، چربی کلسترول خوبشون کم میشه، HDL پایینی دارن، LDL کلسترول بد خونشون بالا هست و تریگلیسیریدشون هم بالا هست. این چربی خوب هست، کلسترول خوب هست و کلسترول بدشون بالا هست و تریگلیسیریدشون و کلسترول خوبشون HDLشون پایین هست در افراد دچار سندروم متابولیک. و میتونیم بگیم که چاقی اندام‌های داخلی هم دارن، ویسرال اوبسیتی، که این هم یک سری علائم از خودش نشون میده که تشخیص بدیم، بعداً براتون میگم. همینطور فشار خون بالا هم میتونه از عوارض سندروم متابولیک باشه. خب الان میبینیم که فشار خون بالا که با دستگاه فشار سنج تشخیص داده میشه، چربی خون بالا هم برای تشخیصش و اینکه این ایندکس همون در اون چه مقدار هست و در چه وضعیتی قرار داره میتونیم با آزمایش خون تشخیص بدیم و ببینیم که نشانه های این چاقی اندام های داخلی چی هست و اون رو چطور میتونیم ما تشخیص بدیم. خب قبل از اینکه من بخوام نشانه ها یا نحوه تشخیص چاقی داخلی، اندام های داخلی یا ویسرال اوبسیتی رو بگم، میخوام 2 نوع چاقی، فرم چاقی رو براتون توضیح بدم: چاقی اندروید یا سیب شکل که در اندام های مرکزی، بیشتر ما این در قسمت مرکز بدن در مرکز بدن بافت چربی تجمع پیدا کرده که این اضافه وزن، این فرم از بدن، چاقی یا اضافه وزن بدن به نام های اندروید یا سنترال یا ابدومینال یا ترونکال یا اپر بادی هم گفته میشه. و یک مدل دیگه هم فرم بدن در این افراد میتونه دیده بشه: گلابی شکل یا جینوید، پریفرال یا گلوت اوق، فیمورال یا لوور بادی که در زیر کمر بیشتر ما تجمع یا
چاقی بدن رو میبینیم. جینوئید ها همونطوری از نام جینوئید میشونیم تشخیص بدیم، بیشتر در زنان دیده میشه و این زن هستن که داره اندام های پایینی یا تحتانی چاقتری هستن و این چاقی در اونها دیده میشه. و حالا اهمیتی که داره اینه که در چاقی اندروید یا CB شکل، فرم بدن CB شکل باشه، در مرکز بدن باشه، این چاقی خطرناکتر هست. چرا؟ چون که این نشون میده که بیشتر بافت چربی در اندامهای داخلی میتونن باشن، مثل کبد، و این میتونه بافت چربی در داخل بدن به طور مثال دور کبد ایجاد میشه، میتونه عوارض بسیار بدی برای بدن داشته باشه. خب حالا میبینیم که ما چطور این چاقی ویسرال رو تشخیص بدیم، چه نشانه هایی داره. خب اولین چیزی که میخوام بگم که در ویسرال فت یا چاقی ویسرال دیده میشه اینه که اونها دارای فری فتی اسید بالایی هستن. چربی های اسیدهای چرب بدن در این افراد مقدارش افزایش پیدا کرده یا افزایش پیدا میکنه. همینطور آدیپوکینر ها هم آدیپوکین ها هم در این افراد زیاد هستن که این هم کاملا منطقی به نظر میرسه. چرا که آدیپوکین ها یک سری مولکول های سیگنالی یا هورمون مانند هستن که از بافت چربی ترشح میشن، یعنی بافت چربی اونا رو تولید میکنن. پس اگر فردی دچار سندروم متابولیک و چاقی باشه، چاقی زیاد باشه، خب بافت چربی بیشتری داره. به تبع بافت چربی که زیادتر باشه مقدار این موادی که تولید میکنه هم بیشتر میشه. حالا یک استثناء هم داره، بعد بهتون میگم حالا چه مواد کدوم از اینا افزایش پیدا میکنه. لپتین یک آدیپوکین هست که افزایش پیدا میکنه و نقش مهمی در تنظیم اشتها داره. یک ماده دیگه هم بافت چربی ترشح میکنه به نام رزیستین. من اینو بهتر بنویسم. بله، رزیستین که از اسمش معلومه انسولین رزیستین هست و باعث مقاومت به انسولین میشه. و مورد دیگه اینفلامشن سیتوکین ها هستن که افزایش پیدا میکنن که از اونها میتونیم به اینترلوکین 6 و تومور نکروسیس فاکتور آلفا اشاره بکنیم که اینها در بدن افزایش پیدا میکنه وقتی که ما چاقی اندامهای داخلی رو داریم، چربی در اون قسمت ها، تجمع چربی در اون قسمت ها داریم. و اینکه آدیپونکتین در این افراد در سندروم متابولیک یا در ویسرال میتونه کاهش پیدا کنه. حالا آدیپونکتین چی هست و فرق اون با آدیپوکین چی هست؟ آدیپوکین خودش یک نوع آدیپوکین هست و اینی که جدا نشم کاهش یافتم اینه که در ویسرال فت یا چاقی ویسرال ما این آدیپوکین ها افزایش پیدا میکند. لپتین، رزیستین و اینفلاماتوریسکا سیتوکینی مثل اینها افزایش پیدا میکنند. ولی این یکی آدیپوکین که اسمش هم هست آدیپونکتین، این کاهش پیدا میکنه. حالا وقتی که این کاهش پیدا کنه این ماده تولیدش چه اثراتی داره؟ اینکه چه اثراتی داره که بگم که این ماده اصلا میخوام بگم این ماده چه کارهایی در بدن انجام میده. آدیپوکین مسئول کاهش چربی بدن هست. این خب مسئول میگم که چه کارهایی میکنه، فانکشنش چیه؟ اینه که اینکه مسئول اینه که چربی خون رو کاهش پیدا کنه یا تجمع یا تولید چربی رو کم بکنه. مسئول این هست آدیپوکین. و ضد التهاب هست، مواد ضد التهاب کاهش پیدا میکنه و انسولین، حساسیت به انسولین رو بالا میبره. پس این وظایفش هست که چربی خون و
چربی خون رو کاهش بدم. من باید اینو پاک بکنم که خاصیت آنتی اینفلاماشن داره یا که خاصیت ضد التهابی داره. آدیپونکتین که در چاقی کاهش پیدا میکنه و اینکه باعث افزایش حساسیت به انسولین میشه. پس انسولین وقتی که سلول های ما حساس به انسولین بشن میتونن گیرنده های انسولین رو در سطح سلول ها افزایش بدن و ما گلوکوز بیشتری رو سلولامون میتونن از خون بگیرن و دریافت کنن. پس مقدار قند خون رو کاهش میدن. پس وقتی که آدیپوکین در چاقی مرکزی یا ویسرال کاهش بشه، پس ما حساسیتمون کم میشه و این خاصیت ضد التهابی آدیپونکتین رو هم نداریم. پس این باعث افزایش التهاب میشه و دچار چاقی میشه. خب قسمت های دیگه بدن رو هم این ویسرال فت میتونه دستخوش تغییر بکنه. الان که در زنان ما افزایش آندروژن رو داریم که آندروژن هم میشه بگیم که یک دسته از هورمون های استروئیدی هست که در زنان میتونیم ما به پروژسترون اشاره بکنیم که آندروژن ها در زنان افزایش پیدا میکنه که این میتونه منجر به سندروم پولیکیستیک بشه و در مردان آندروژن کاهش پیدا میکنه که ما میتونیم از اونها به طور مثال تستوسترون رو نام ببریم که کم میشه و ما میدونیم که آندروژن ها یا تستوسترون در مردها وظیفه تکامل و نشون دادن تغییرات بعد بلوغ رو داره. پس ما اگر تستوسترون مثلا در مردها کاهش پیدا بکنیم، آندروژن ها در اثر چاقی ویسرال شاهد کم شدن بافت ماهیچه‌ای و همینطور تأخیر یا که نبوده ویژگی‌های ثانویه‌ای مردانه مثل ریش یا سبیل اینها در مدن موها در این قسمت‌ها نام ببریم و سندروم پولیکیستیک هم که در نتیجه افزایش آندروژن ها در زنان هست. میتونیم بگیم که نامنظم شدن قاعدگی و رویش موهای ضعف شدن مو مثلا در پشت لب ها در زنان و عدم تخمک گذاری و مشکلات نازایی. البته مشکلات نازایی در هر دو میتونه ایجاد بشه. پس آندروژن ها یا هورمون های استروئیدی جنسی در خانم ها افزایش پیدا میکنه، در آقایون کاهش پیدا میکنه. گروس هورمون ها یا هورمون های رشد هم کاهش پیدا میکنه که باعث افزایش قد و رشد میشه. اینها کاهش پیدا میکنه. خب وقتی هم که هورمون رشد از هیپوفیز کمتر ترشح بشه، ما انسولین لیکنند گروس فاکتورمون کاهش پیدا میکنه و این ماده از کبد ترشح میشه در پاسخ به هورمون رشد. یعنی هیپوفیز ما هورمون رشد رو ترشح میکنه و کبد ما وقتی که اون رو حس میکنه شروع به تولید این یکی هورمون میکنه، انسولین لینکنند تیلوکس گروس فاکتور. یک هورمونی هست که شبیه انسولین هست ولی اثر اون اینه که رشد رو القا میکنه. پس وقتی که هورمون رشد از هیپوفیز ترشح شد، این یک دستور کلی هست. کلی میاد این هورمون رو ترشح میکنه در پاسخ به گروث هورمون که باعث به طور مثال
رشد استخوان‌ها میشه و استئوبلاست ها رو فعال میکنه. خب پس ما فهمیدیم که بدن ما یک هموستاز یا تعادل وزن در اون وجود داره که ما میتونیم با یک سری روش ها تشخیص بدیم که آیا بافت چربی، همونطور میدونید مقدار وزن بیشتر یا ماده غذایی آدم بیشتر از حد نیاز در بدنش وجود داشته باشه و متابولیت رخ نداده باشه، پس چربی ذخیره میشه. وقتی که ما این بافت چربی رو داریم چگونه میتونیم تشخیص بدیم که آیا از حد استاندارد اون زیاد شده یا نه؟ از طریق این روش ها که BMI رایج‌ترین اون بود که در بازه‌های مختلف میتونیم افراد رو دسته‌بندی کنیم و این روش ها به 2 دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم میشد و BMI که میدونید و واحد اون کیلوگرم بر متر مربع هست و BMI نمیتونیم در افراد بدنساز، بهتر بگیم بدنساز، اونایی که بادی بیلدینگ انجام میدن استفاده کنیم. حجم اون افرادی که حجم ماهیچه‌ای بسیار بالایی دارن به علت فعالیت ورزشی و تمرین بدنی. همینطور افراد خیلی قد بلند در کودکان هم نمیشه استفاده کرد، به جای اون یک که ما نمودار داریم. و وقتی که حالا ما این چاقی رو تشخیص دادیم میتونیم بگیم که فرد آیا دچار سندرم متابولیک هست یا نه طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت. اگر که فرد دیابت نوع 2 رو در اون تشخیص دادیم، پس این باید حتما در فرد وجود داشته باشه تا بگیم که دچار سندرم متابولیک است و حتما باید 2 تا نشانه دیگر هم از این 3 تا رو داشته باشه که فرد دسته‌بندی بشه به عنوان یک فرد دارای سندرم متابولیک. اینکه چربی خون بالا یعنی که تریگلیسیرید بالا و LDL یا کلسترول بد بالا داشته باشه و همینطور HDL یا کلسترول خون به بدنش پایین باشه، دارای فشار خون بالا باشه و ویسرال فت داشته باشه، چاقی اندام‌های مرکزی، تجمع بافت چربی در اندام‌های مرکزی. پس 1-2 تا از اینا 3 تا نشانه رو داشته باشه. یکی از اون نشانه‌ها حتما با دیابت نوع 2 باشه، میشه این فرد رو بگیم که دچار سندرم متابولیک هست. حالا ما اومدیم چطور تشخیص بدیم، اومدیم بفهمیم چطور بتونیم تشخیص بدیم که فرد دچار چاقی مرکزی هست. در فردی که دچار چاقی مرکزی هست یا تجمع چربی در بافت‌های مرکزی هست، ویسرال فت، ما چربی‌های غدد خون افزایش پیدا میکنه. آدیپوکین ها بیشتر اونها به جز یکیشون در بدن افزایش پیدا میکنن، مثل لپتین که برای تنظیم اشتها هست، رزیستین که عامل مقاومت به انسولین یا انسولین رزیستنس هست و فاکتورهای التهابی مثل سایتوکین ها افزایش پیدا میکنن مانند اینترلوکین 6 و تمور نکروزیس فاکتور آلفا TNF آلفا افزایش پیدا میکنه و تنها آدیپونکتین که کاهش پیدا میکنه در ویسرال فت آدیپونکتین هست. تنها آدیپوکین که کاهش پیدا میکنه آدیپونکتین هست که این چه فانکشنی عملی برای بدن ما انجام میده؟ این که باعث میشه متابولیسم بالا بره و بافت چربی ما کمتر تشکیل بشه و اینکه حالت ضد التهابی آنتی اینفلاماسیون داره و باعث افزایش حساسیت به انسولین میشه در بدن. در زنان و مردان هم آندروژن ها یا اون هورمون های جنسی استروئیدی ما هم میتونه افزایش یا کاهش پیدا کنه که در زنان افزایش پیدا میکنه که باعث سندروم پولیکیستیک میشه که از نشانه‌های اون رویش موهایی که عموما مخصوص مردها هست در ناحیه پشت لب میتونیم نام ببریم، نامنظم شدن قاعدگی و عدم تخمک گذاری و نازایی میتونیم نام ببریم. ولی در مردها آندروژن ها کاهش پیدا میکنه، روی تستیکل اثر متفاوت تری داره، افزایش بافت چربی، تستوسترون کاهش پیدا میکنه و نشانه های ثانویه جنسی کمتر میشه، به طور مثال بافت ماهیچه‌ای کمتر میشه، تستوسترون کمتر میشه و اینا هم میتونن دچار نازایی بشن. هورمون رشد هم یا گروسترون هم کاهش پیدا میکنه که این هورمون رشد از هیپوفیز ترشح میشه
و وقتی که این ترشح بشه، پاسخ اون که میشه میتونه تولید هورمون انسولین کننده گروث فاکتور 1 باشه در کبد هم کاهش پیدا کنه و به تبع اون رشد دچار اختلال بشه در این افراد. با تشکر.